این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان. اندیشه ها با تاجیکی، فارسی دری راهی راست. از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان. این زمین را ارج از عرش است. بیاموز هرچند بیتوانیا، مگر خویشتن شاد گردانیا. این زمین را ارج از عرش است. شنونده عزیز، شما خوانشی بدیعی را تحت عنوان داستان نازگل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراریان و کارگردان زبیدالله جان محمد میشنوید. داستانی نازگل. یک قوزه گلم در لبی ناوردانه. آغاز گفتار 29. جانوری که موجب غمخواری و خیرخواهی مردم می‌گردید قمری است. ما او را قمری می‌نامیدیم و از روی حرکت و بی‌پروایی و سرنوشتش با تاجیک خود مانند می‌کردیم. مردم کهنسال بنابر دبه دبه گشتن و پامانی و بی‌تفاوتی مولا عنوانش داده بودند و از مخلوقان دوستدار خدا می‌دانستندش که زدن و کشتنش اوبال بود. گمانم همین عنعنه از زمان پیش برجاست که ادیب صابر اشاره دارد: قمری خطیب گشته که از بهری و بهار، از شاخ سرو پایه منبر کند همی. توجه کرده باشید هنگام گام برداشتن قمری با غرور به پهلوها نظر می اندازد که در ایجاد خلق قمری مست عنوان دارد و قمری مست تشبیه معشوقه بوده است. در باغ بودم غلق نداشتم سر دست، در فکر بودم آمد گذشت قمری مست. گاها در ادبیات علمی عاموی فاخته و قمری را با هم می آمیزند، ولی از سکه و صورت و آناتومی بدن از هم فرق دارند. در ادبیات حرفه‌ای در این مورد مثال داریم. چنانکه که ادیب صابر می فرماید: قمری و فاخته که نوا برکشیدند، گویا ز دوست شربت هجران چشیدند. من دیگران رو نمیدونم، ما بچه های دیهات از روی خالهای پیشی بر فرقشان می نهادیم. در سنت ویده ها فاخته نشانه روح انسان و ادبیات قومهای جهان به هر رنگ قلمداد می شود. او را نمونه حسادت می پندارند و تنبلی، زیرا قادر نیست به تنهایی برای خود حتی آشیانه بسازد و تخم در لانه پرندگان دیگر می نهد. همچنین رابطه به بهار و بیداری طبیعت دارد. مردمان سیبیر فاخته را حافظ و برقراری عدالت می شماریدند. روایتی در بین مردم گردش دارد که موافق آن آواز فاخته را اولین شخص در جیب سکه دارد بشنود نوید ثروت است. موسیقی را باشد خلق در ایجاد همسانی عاشقان بی تقدیر به قلم می دهد. شباهت موسیقی و قمری و فاخته در نظر اول خوب نمایان است. موسیقی به قول مردم بهیرک است. از همه جانوران سر ترس دارد. لقمه اش را از نولش میزنند اما عمل صادر نمی کنند. ان همین گونه خصلت ها را در ربایی مردم آفریده است.
آسمان بلند زمین پس میبینم. در الچه موسیچه مگس میبینم. الهی سوز تقدیر روزی ازلم، ای بخت بدم یارم به کس میبینم. رمز کفتر یا کبوتر در زمان پیش به صفت قاصد و امید، هماهنگی و در زمان نو معنای صلح و آسودگی و سعادت انسانیت را دارد. در ایجاد خلق نیز به همین معناست. آن را رمز عشق نیز می دانند. چنانه در صحبت جفت کبوتر این عمل احساس می شود. زیبایی و نفاست در کبوتر سفید برملا است. اجتماعی ترین پرنده است و به انسان قرین تر. کبوتر را نماد زوال ناپذیری نیز دانستند. از همین رو در خلق تاجیک گوشتش را حرام حکم کردند که حکمت داشت تا پرنده خوش صورت و خوش صفت را ایمن دارند. با خانواده تیز اهل می شود و بلند پرواز و خوشبال است. مراجعت معشوق به عاشق اشاره از خوشذاتی آن است که در ترانه زیبا ترنم می شود. کفتر بچه تاری هوای چی کنم؟ خند و اصل قیمت بهای چی کنم؟ در ایجاد زیر یک طنز موافق مناسب که به شرف آدمی در پیوندی است با هم می آید. مثل کوگت بگیرم کبوترت نام کنم، خودم به تو بی وفا چی بدنام کنم. چه زیباست کوگت بگیرم کبوترت نام کنم. اشاره است به عرف خلقی که هوس دلش را می ریزد. کبکی که هیچ رام نشده است با کبوتر در مقایسه می آید. همان آرزویی است که کسی را با قهرمان نسبت و نام می نهند و حیوه دل می شکنند. ولی داد و بیداد و هیهات که آرزو در هوا می ماند و عملی نمی شود. ربایی ها و دوبیتی ها با سبک خوشایند و سر استعمال با افاده های کفتر بچه سفید، گردنگل خار و قطره باران از جانب زن و مرد برابر صدا می دادند. کفتر بچه سفید، گردنگل خار، شب قطره بارانی روز ابری بهار. شنونده ارجمند، زندگی کوهستان به طرز و از روی سنت های هستند که خیلی صمیمی افاده می شوند و زندگی نامه خود را آنها در ربایی های خود تجسم می نمایند و آنها از طبیعت جدا نیستند. در هر نوشته خاصیت های جانوران را می توان تخصیص کرد. مثلا ساچ که در ادبیات کم استعمال است در زبان خلق گردش می کند. مثلا در بیت اکم آمده خودم تاراج کنم، در موی اکم خودم پری ساج کنم. همین طور پرنده مثل گنجشک که حرکتهاش غلطی است و خوانده می شود گنجشک که بیقرار کرده تمره و به آدم قرین است و از در و پاگه انسان دور نمی رود و نوشته مردم به همین موافقت دارد. گنجی شوم هلچه کنم تار درد، تو زلف شوم حلقه زنم پیش برد. تفکر انسان ها در کره ارض در شناخت خاصیت های نباتات و حیوانات همرنگند، اما جزئیات مشاهده می شود که از ذهنیت ملت به طرز ویژه نمایان تر می گردد. چنانه در بیت بالا احساس می شود. از گنجش گفتیم ولی حلقه زلف چی؟ حلقه گیسو نمونه زیبایی و افسون و سیر است علیه عاشق، پایبند و سرگرداننده اوست و در ادبیات تاریخی این گونه مثال ها خیلی زیاد است. در مصر قدیم حلقه زلف را همسان هلال ماه می دانستند و نشانه تقدیس بود، یعنی مقدس بود و دو زلف حلقه نگار او را صفتی برجسته غیر مقرری می دهد و صفتی گیسو ارج نهادن، گیسو این ارج نهادن معشوق است. صفت‌های موافق و جالب در مورد سنگادوک، کلب چشمه‌ها و رودهای یاکسو و سرخاب، دیولاخ‌ها با یک پای نمایان می‌گردید ترنم می‌شدند. از دهان بچه‌ها با دیدنش سرود خلقی پهن و پریشان می‌گردید که پسان از جانب شاعر ممتاز غفار میرزا تکمیل یافت. سنگادوک سنگ تو کو، ایل و پشتنگ تو کو. از کلانگری پرنده خرد و ضعیف در بیت زیر سخن می رود که یک پایش را بلندتر از دیگرش نگه می دارد تا که مبادا سقف آسمان به سر زمینیان فرو نافتد و هم به دوشیزه زیبایی نیز قیاس می شود که با نیتی در پرواز است، زیرا مکان زیست مخلوق حالا معلوم نیست. ما صدقه شوم هلچه سنگادوکه، این دختری قد بلند دیولاخ روکه. همزمان مرغابی در آثار خلقی مثبت و منفی ارزیابی می شود. گمانم اشاره ها
به مرغابی‌های دشتی و خانگی است. در باورهای مردمی مرغابی در این خانه مال تازه نیست و هم مثل میزنند که مرغابی مریض می شود و هیچ مدعا پیداش نمی کند. طبیبی مصلحتش می دهد که در کدام آب در آمده اخلاط نکرده باشی از همان بینوش تندرست می شوی. ولی این عمل به خصلت مرغابی سازگار نیست. مثل را نسبت آدمان استفاده می کنند که هر جایی باشند با بدی و عملهای ناسواب خود را شم و رسوا گرداندند. اما در ادبیات شفاهی جایگاه خوبی هم دارد. خاصه لگلگ رمز سفیدی و بخت است، کلنگ، ترن، غاز با گردن بالای کجگشته و غیره. آنها نماد قدسی و زیبایی، نفاست و لطافت در صفت معشوق استفاده می شوند. من صدقه شوم خانه لویاویته، زلفان سیاه کجک مرغاویته. یا بیت زیر که در تلویزیون رادیو از جانب هنرمندان شناخته سالهای پیش پیوسته صدا می داد. اینجا پدیده ناشدنی به تصویر آمده که مرغابی قابلیت پرواز بلند ندارد. با طنز گفته شده است که یکی چنین پدیده نادر ظهور کرده و خود را نشناخته است. مرغابی را بین لولوی جو پرواز کرد، گردی کجکاش گشتیم از ما ناز کرد. در آفریده های مردمی جایگاهی بلند را هما، عقاب، شاهین، باز، شهباز باشه دارند که نمونه سلحشوری، شجاعت و توانایی نیز می باشند. این همه بیهوده نبود که در اسطوره آریایی به زوری و پهلوانی افضلیت داده می شد. کامناکام در باور و تصوراتشان با گسترش اسلام تغییرات به وجود آمده است که امر طبیعی است. زیرا که نام پرنده های قدسی و اسطوروی سیمرغ، هما، عنقا کمندر کم به مشاهده می رسید. عقاب نیز که از مقدسات تاجیکان است. در آیین شاهان ایرانی تبار تصویر عقاب حکم جاویدانگی داشت. در پرچم ایران در دوره هخامنشی عقاب طلایی با بالهای به تن چسبیده تصویر شده بود که به نوک نیزه قرار داشت. این عقاب نشانه قدرت و فتح ایرانیان در جنگ بود. عقاب همتای شیر، تمثال میر تلقی می شد و گاهی با باز و شاهین و شهباز هم صفتند و هم رنگ. یعنی هرگاه از باب یک سخن رفت با همین ذات متعلق است. باز یا شهباز در اساطیر جهان مرغ شکاری و نشانه اشرافیت و در مصر و یونان و روم نماد قدرت خورشید شناخته می شد که همسان و شبیه یکدیگر دانستنشان نمایان می شود. شنونده ارجمند، معلوم است که باور و تخیلات مردم به زمینه نیست. یقین آنان اوستا را نخواندند و سرچشمه های خطی در 1000 سال آخر آشنا نبودند، اما در خاطره تاریخشان این عنعنها در خونشان وامانده است و از پدران نیز نقطه ها را حلقه به گوش کردند. تصور، باور و بینش که در مدت بسیار هزار سالها شکل گرفتند و همین مقدار سال از بین می روند. سیما و ماهیت رمز و نمادها تیره می شوند، می کاهد. لباس دیگر در عنعنه ها و مذهب های بیگانه می پوشد ولی می مانند. چنان با آمدن عرب مبارزه با تمثال جانوران قدسی، سیمرغ، عقاب، هما و رمز قدرت های اهورایی آراسته شد و بالاخره به خانه اندیشه خراب عرب هجرت کردند. در میان با قهرمانهای خود شان و شهرت افزودند مردم. چنانه در قصه امیر حمزه آمده است که انوشیروان خواب دید که 2 کلاغ تاجش را ربودند. در همین لحظه 3 شهباز پیدا شد و تاج را از کلاغان گرفتند و به انوشیروان برگرداندند. گویا بنا به تعبیر بزرگمیر شهبازان 3 پهلوانان بزرگ امیر حمزه، عمر با چابک سوار و مقبل تیراندازش بودند که بر دشمنان انوشیروان پیروز شدند، موږ را از شر دشمن ایمن داشتند. یقین است که روایت را به خاطر عمر بافتند. پژوهشگران کتاب مقدس اوستا معتقدند که در زامیاریشت عقاب به شکل ورج یا ورغن شهباز آمده است. اینه که شاه اول جهان به گفت حکیم فردوسی شاه سوم جمشید دروغ را بر زبان می آورد، ورج که در او میزیسته به صوت پرنده ورغن ترکش می کند. بالفاصله شاه خود را فاقد امتیازات می بیند
و تخت و تاج را از دست می دهد. می گویند که ورج همان فر است که ایرانیان بدان افتخار دارند. شاید بیشتر به شاهین و باز اعتماد بستن کوهستانیان وابسته به مرحله های تاریخی و تغییریابی محیط زیست، کم شدن شماره عقابان و دسترس بودن دو جانور ذکر شده می باشد. هرچند از باور و اعتقاد مردم کوهمنظر است که در سر خاصار موضع تا امروز با عنوان دشت عقابان در شکل مردمیش حقابان وجود دارد و در ربایی و دو بیتی های خلقی فراوان است نام شاهین و باز و به همین مانند. فریاد زنم پاره کنم کوه‌ها را، شاهین شوم و سیل کنم صحرا را. به نظر می رسد که شاهین از نظر مردم ما مرغ خوشی امن است، باید همان عقاب رزمنده باشد. ربایی دیگر چه خوشرو با تمسخر ابتدا می گیرد. شاهین بدون بلبل باغم کردم. اینجا سخت علتی دارد که شاهین و باز را به قفس بکشند و یا نادیده بگیرند. در بیت دیگر اظهار تأسف و سوگ و الم از باب از دست دادن یار قرین، برادر و جوانمرد است که دلسوز و جانسوز جلوه می خورد. نقره تر همان نقره صاف و پاک است که در قیاس با ارزش آورده شده است. در کوه بلند نقره تر گم کردم، شاهین سفید ریز پر گم کردم. همزمان شاهین پیرسنج ربایی های عشقی است. اشاره به عهد و در پیمان صادق بودن جوان مرد می رود. بیمار بودم هفته و یک سر سال، ای شاهینی پرخمار به عهدت هستی؟ با شنیدن و خواندن آفریده های مردمی خود را در گلزار تصور می نمایید. سالها سپری شدند، زمانه صفتاً تغییر یافت. نمونه های صنعت غیری عنعنوی موسیقی استراد برتری پیدا کرد. از سرایندگان این ترانه های مردمی احیانا یاد می کنیم. ما نیز از خوانش ها و تراویش های هنر مردمی کناره شدیم. احتیاج به ادبیات دهانی مردم از میان می رود. اکنون آثار سره و نیمکلل مؤلف دارند. هرچند آنان با جز چند نام گل از جمله گلهای دری انواع گیاهان دشتی را کاملا نمی شناسند. برای مثال یادداشت دارم. در کوهستان لاشخرف عالم رستنشناس جنبیلک و چایکه کاکوتی و سوبینک را نمی شناخت و شاعری که 100 مورد بنفشه را استفاده کرده است در بنفشه‌زار بنفشه می کافت. شاعر خلق برخلاف ادیبان دوره نو همه را به مشاهده می گیرد، می شناسد. از خاصیت‌هاش با خبر و مجازش بهره‌ور بود. به طرز خود به بیخ و کنده آن می نگرد، به طریق فهمیشش معنی می ورزد. با همه کمی و کاستی ایجادگر خلق از طبیعت جدا نبود. در آفریده های شاعر خلق گیاه گندم، گل گندم عزیزترین و زیباترین است. برای تمام مردم عالم گندم ارزشمندترین است، برای تاجیک افضلتر. چرا چنین است؟ تا به حال اسرار آن را نکشودند. از این رو گیاهی بهشتیش می‌خوانند. در علم حکمت گندم را نشان جاویدیت می‌انگارند. اینی که دانه به خاک می‌افتد می‌میرد و دوباره زنده می‌شود. نشانه سرسپاری برای باطنی و آغاز یک زندگی جدید معنی داد شده است. چنانه که مسیحیت جلال عیسی را در مرگش می‌پندارند. شاعر خلق فیلسوف نبود و شرح ماهیت و ژرفنای سخنش را نمی‌جست، ولی طبق مشاهده زیبا و صمیمی می‌آفرید. اینی که دوتا را جور می‌کند و می‌خواند خدکت گل گندم، دلبرش را به گل گندم تشبیه می‌دهد و بعد صفت‌های دیگر را پشت هم می‌چیند. در جای برتر از آن می‌فرماید با شیرین‌ترین انواع ifade می‌کند اندیشه خود را. این دختر کلابی مغز گندم، ما ای تو جدا شدم به لفظ مردم، ما ای تو جدا شدم دیوانه، شرم پدرم دارم تن ای مردم. اینه که شاعر زبردست خاقانی به آیه های قرآن تکیه میکند و پسان مطلبش را افشا میکند. مثلی آدم برای گندم از روزه دور ماند، من دور ماندم از در حیمت برای نان. قهرمان اثر مردم به طریق خودش منظره را بهاگذاری میکند. ره میگردم رو روی گل گندم، حیران ماندیم در خانه های مردم. شنونده ارجمند، در سالهای 70 و 80 عصر گذشته مردم غذا را از نسک، نخود، ماش، زخیر، کنجی
برنج، مشونگ، جواری، لوبیا و غیره میپسندیدند. هرچند که من بوی روغن زغیر را دوست نمی داشتم. در 40 روز خوراک را برای زنان زایده از روغن زغیر سازمان میدادند. در همین مدت که مادرم تولد میکرد در خانه عمه خطیچه هم میزیستم. ولی عنقریب بجز از کنجد و زغیر باقی مانده در روبایی ها راه نیافتند. کنجد را همچون درمان استفاده میکردند و موجب عمر دراز میپنداشتند. گاها برای افشای رازها بهانه می آوردند که خیلی غریب است. مثلا فطیر در چکدان و زن اندیشمند که شویش بر بالای زن میگیرد. همانی که در ادبیات حرفه‌ای پلانج نامیده می شود در منطقه های کوهستان باغچان عنوان دارد. این فطیر کنجدی بر چکدان ای بیوه رهگذر شده باغچان. وارد شدن به گلستان ایجاد خلق افتخارات فراوان دارد. آثار آنان را در شکل تصویرات در هولبوک دریافتند که ریشه به دوران قبلی میزند. زمانی که تعلیمات اسلام بالا گرفت، نقش‌ها در شکل‌های 3 برگه، 4 برگه، 6 برگ و شاهبرگ‌های پیچیده و انداخته جایگاه پیدا کردند، زیرا چارچوبه استقلالی اندیشه مختصر شده بود. با آیین و کش پیشین روی راست مشغول شدن خف داشت. اما به وسیله دیگر شاهبرگ، انگور، بانوده و برگ، انار که از مقدسات پیشین بودند به صنعت نفیسه راه و در ادبیات دهانی جایگاه خاصه پیدا کردند. به جای هم گندم موقعی سزاوار گرفت. آفریده هایشان بس جالب و دلکشند، هم با لطافت و نزاکت و هم با آشنایی. در آنها می توان نمونه های گوناگون لاله و صدبرگ را ورخورد. روی 3 برگه نشست، از ثمر گشنیز و شیبیت و پودینه بهره گرفت. از نکهت ریحان و نرگس سنبل و بنفشه دماغ را تر کرد. گلهای پیاده و سواره را به ذات خود تخصیص نمود. در مجموع آثار ملکوتی از ربایی و 2 بیتی های تکمیل و تغییر خورده و سفته و هموار شده. انجام گفتاری 29. شما خوانش بدیعی را تحت عنوان داستان ناسکل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراران و کارگردان زبیدالله جان محمدов شنیدید.